با سلام خدمت دانش آموزای عزیز. در این جلسه در مورد نوسان و یک فرمول جامعی که خودم بهش حالا رسیدم، فرمول‌های نوسان رو براتون جمع میکنم. خب می نویسیم x به روی ماکسیمومش که میشه دامنه مساویست با شتاب به ماکسیمومش که میشه آ اومگا به توان 2 مساویست با رادیکال یو انرژی پتانسیل به انرژی مکانیکی. این یک فرمول. فرمول بعدی فرمول شبیه فرمول بالا هست، با این تفاوت که ما با سرعت سر و کار داریم. خب سرعت رو در صورت کسر می نویسیم و در مخرج ماکسیمومش رو قرار میدیم که میشه آ اومگا و اینجا هم زیر رادیکال انرژی جنبشی رو قرار میدیم که ماکسیمومش میشه همون ای یا انرژی مکانیکی. اینجا هم انرژی پتانسیل ماکسیمومش انرژی مکانیکی میشه. حالا این دوتا فرمول چه مدلی به هم دیگه ارتباط پیدا میکنن؟ ما میگیم این دوتا چون که قسمت اول و فرمول یک کلشون یعنی هر ستای این کسر برابر است با کوسینوس اومگا تی و همچنین این دوتا کسر در فرمول دوم برابر است با سینوس اومگا تی، پس نتیجه میگیریم که توان دوی این دوتا فرمول، این دو مجموعه فرمول باید برابر باشه با یک، چون که ما میدونیم سینوس به توان 2 هر زاویه‌ای باشه. حالا اینجا اومگا تی داریم، من اینجا تتا نوشتم، به اضافه کوسینوس به توان 2 همون زاویه باید برابر باشه با 1. پس ما میگیم x به a مساویست با آ شتاب به آ اومگا 2 که ماکسیموم شتاب هست. اینم مساویست با یو به ای به توان 2، در حقیقت همون کوسینوس به توان 2 هستش، به اضافه چی؟ سینوس به توان 2 مساوی باید باشه با 1. سینوس چی بود؟ وی به آ اومگا دو تا کسر بود، کا به ای. خب این هم فرمول جامع نوسان که همه سوالات رو تقریبا میشه گفت با این فرمول میتونید پاسخ بدید. و فرمول‌های جانبی هم که وجود داره در قسمت‌های بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد. موفق باشید.